نیازی به این آدم چی شد؟ در نزدش کی بود؟ از ما کسی نبود. تنها جناب ادوکات بود. در پیش چشمان موکلم را کشته. سر رویش از ضربه برام کرده بود. گوش کن جناب ادوکات. عصب آدم را ویران نکن. کسی به او حتی دست نرسانده است. جواب این را میدید نجیب سردار. زود دادستان را جیغ زنید. جسد را تشخیص کنید. آنگاه میبینیم که دست رسانده اید یا نه. تا آمدن دادستان در درون انتظار میشویم. مرحمت نجیب سردار. این آدم را از حجرهش کمی پیشتر برآورده بودم. هیچ علتی نداشت. باز نیم کاسه هست در این کار نیازی. رفتیم. جناب محمود به کجا می روید؟ به جنازه اسماعیل. بارونیتان جناب. لطفاً جایهای رفتهتان را پیشکی خبر دهید. حالا نجیب سردار نامده است. کمی انتظار شویم. چرا انتظار میشدیم نجیب سردار؟ ما امروز کودک 11 ساله را به خاک میسپاریم. این کودک باشه در پیش چشم او کشته شد. امنیتی که کودک را محافظت کردن نمیتواند مرا چه محافظت میکند؟ در این کار عیبی نجیب سردار نیست. البته گناهگار کودک بودم. اینطور نه؟ گوش کنید خانم. کمی مساعدت کنید با مرکز ملاقات کنم. شما در بیرون انتظار شوید. مادامی که سر کردید ما رو هم پرسید. اعتراض نکن ممدو. جناب مفتش چیزی گوید آن را کنید. در وقت پرسش تلفن ها رو خاموش کنید نجیب سردار. خوب شد است محترم جناب مفتش. ممدو با گاخن گپ زن و کار محمود ترک رو تعقیب کن. جوابگاری در گردن تو. مایلش سردارم. چی شد؟ نبرداشت؟ نه نبرداشت. در اینجا باز چقدر انتظار میشویم؟ با جنازه دیر میمونیم. بیایید جناب محمود ما میرویم. اینها خواهند میآیند نخواهند نمیآیند. اختیارشان. درست میگویی. بیا میرویم. یک لحظه. لابای سرکمیسر. یاکن در نقشه ها کمی دیگرگونی شد. نجیب سردار نمی آید. با خیر است؟ با سرمان آمده رو نپرس. سلیم گفتنی شخص از تیرزه پرید. جوابگاریش از ما. باز در نزد مفتشان. شما چی ها میگویید سرکمیسر؟ هممون امروز در اینجاییم. کار به شما ماند. با دقت باشید. خوب اطاعت. خوب ما هم با شما میرویم. یا الله. چی شده است؟ باز با نجیب سردار بازی ها میکنند. راهگر در راه نقل میکنند. من یک چند ملاقات تلفنی میکنم جناب محمود. با ماشین دیگر میآیم. خوب شانگل. تا دیدم. رفتیم. اکای الدیرای محمود از دفتر برآمده به طرف قبرستان می رود. خوب. او را نیز در نزد همان کودک دفن میکنند. همه‌تان تیارید؟ او کمی بعد در اینجا می شود. او را پاره پاره کنید. تیزتر جایتان را گیرید. خوب شده است. انا نگاه کنید که همه نمودش اینجا موجود است. یک بار ببینید 36 ساعت قوتش تمام نمی شود. اکا اینش رو ببینید 36 ساعت قوتش تمام نمی شود میگویم. تیزتر به جایتان تو بانجا. بیایید که همه نمودش است. بابای مدیرم این شاهین یک. بس کن همین شاهین بازیات را. چی خبر؟ گپ زن. اکا آنها جایشون رو گرفتن. با فکرم همش سلاح دارند. چند نفرند؟
4 нафар 4. نخواد همینقدر کم؟ چند نفرند؟ تو 4 نفر. کرایه تیر صرف کردن هم نیستن گوی؟ مدیرم با فکرم شوهین یک حاضر از ترس تر میکند. کمی طاقت کن. در حالت هیجان فراموش میکنی. فهمیدی؟ خب خدا. علی مسئله آسان. یلدرای هم جایهایشان را گرفتند. رفیقان گوش میکنم آبای. شما گذرگاه محافظان را عوض کرده به ما خبر رسانید. خوب؟ اطاعت جنابی. تشکر به شما. اکنون آواز میکنیم. انا اینجا مونه. اینجا مونه. خب محکم. بعد یک فریاد شنیده دیدیم که آدم در پایان. چی شد و چی خیل شد نفهمیدیم. همه اینها در وقتی مفتش اینجا بودن رخ داد. عجایب. بله جناب دادستان، عیناً همین خیل شد. کار محمود ترکی شد؟ در نزدش از ما 2 نفر است. میمدو مجبورم پرسم خطا نفهم. از شما یا آن کسی عیبدار شونده را زده بود؟ نه جناب دادستان، شما هم میدانید که در وقتی ملاقات با ادوکات به نزدشان نمی‌درآیند. در نزدیک انتظار میشوند. باز از گفته‌های نیوزی معلوم میشود که تا ملاقات با ادوکات آن کس صحت و سلامت بوده است. باز گناهکار کردن میخواهد. جناب مفتش، سبب نجیب سردار را پرسش کردنتان را فهمیده میتوانم؟ پرسش هنوز به آخر نرسیده است. لطفاً برای ببخشید، نجیب سردار ارزشمندترین کارمند امنیت است که شخصا خودی وزیر به این وظیفه تعیین کرده است. اما این حالت مرگ شاهدان مخفی و آدمان استرزا پرتافته شده را معذور نمی‌کند. اصلا مسئله بعد تفتیشات معلوم می شود، ولی از تجربه کسبی من حس می کنم که اینجا نیرنگ نیهان است. دادستان و پلیس دست به دست کنید و شاهدان را شکنجه کنید. از وظیفه‌تان استفاده برید. کارتان معلوم شد. اینجا یه رنگ هست. این خیلی کار نمی شود جناب دادستان. جناب، اگر گفته هایتان راست باشد حجتش را پیشنهاد کنید، وگرنه این عیبدار کنی بی اساس است و نجیب سردار سردار شوبه است. از این پس خیال نمی کنم که نجیب سردار وظیفه داشته باشد جناب دادستان. باز از طرز با من گپ زدنتون خوشم نآمد. خیال نمی کنم وظیفه داشته باشد. گفتنتان چی معنی دارد؟ معنی آن را دارد که او را می توانم از کار آزاد نمایم. از دستم این کار می آید. بله. حاضر به جنازه اسماعیل می روم. بعد از مراسم جنازه با می خوریم. ماشین به جای واقعا نزدیک می شود. 2 پلیس هم هست اما واقعی نیست. خب دیگر فرصت نشدنش ممکن. این کار رو تمام میکنیم. نگاه کنید، ماشین وکیل خلق می آید. استا. و خیر است، چی گپ؟ راه را تعمیر کرده ایستادم. در ماشین وکیل خلق است و قبرستان می رویم. یاری کنید. خب اما در راه منفرش کنی رفته ایستاده است. اجازه دهم هم رفتن نمیتوانید. چی شد برادر؟ چی شد؟ چی میگویم؟ راه تعمیر بوده است جناب. چی واقع؟ راه رو تعمیر کرده ایستادند. اینجا چی گپ؟ چرا ایستاده؟ راه را تعمیر میکنم. با راه دیگر هم به قبرستان رفته می شود. ما خیلی شتاب داریم. راه رو کشویید. خانم راه را منفرش میکنم. اجازه دهم هم رفتن نمیتوانید. من نمیدونم. راه رو کشویید. راه بسته است خانوم. شما کاردار نشوید. آرام شو، گپ را درست نکن. با دیگر راه می رویم. سوار شوید. از کجا این تعمیری راه برآمد باز؟ رفته. خوب شده است. لابای اکی ثابت راه کانوای را عوض کردیم. اکنون نوبت شما. بسیار خوب. شما در حال همه را جمع کرده از اینجا دور شوید.
برای دلخوشی تیاری ثابت؟ همیشه. من همیشه چنین حالت را دوست می‌دارم، همیشه. زودتر ثابت، زودتر. پیاز را این خیلی در درونش خوب تونوک میکنی، بسیار بسیار میمانی. از بالایش کمی قلمفوری میده شده میاندازی. لیمون را این خیلی میافشانی، بعد خوب میپالانی. برای آنکه نچکد کمی احتیاط میکنی. بعد این خیلی کلان میگذی. از راستی خوب پختند. از برای کار راهسازان گذرگاه را عوض کردیم. انا حالا دهنم به مزه شد. این کار راهسازان از کجا برآمد؟ گذرگاه محمود ترک عوض شده است. برای چی باشد در این کار بوی یگید را حس میکنیم؟ اکنون چیکار میکنیم؟ نقشه را عوض میکنیم، دیگر راه نیست. آن کس امروز باید بمیرد. اما چه خیل؟ اکا جان نگاه کن، چه خیلی بطری خوب دارم. نرخ چند پول؟ 20 لیره اکا. نه. برای شما 15. قیمته. 13. نه. 12. نمیگیرم، گفتم نمیگیرم. این مدیرم کجا شدند ها؟ واه با این اندام نگره. اکا جانی بازیب یک دقیقه نگاه کنید. مرا میگویی؟ او بغیر از شما کی اینقدر بازیب است در اینجا اکا؟ از پای کار را چاو. اکا جان از سحر با سودا نکردم. بیایید سودا هم رو کشوید. جان اکا جان با شما یک دانه دهم. در ماشینتون استفاده میبرید. از پای کار را چاو. حاضر شلاق میخوری. ای اکا جان آخر یک بیچاره را خرسند کنید چی میشود؟ اکا جان السلام اکا جان یک دانه دهم. لبای پیکاس. وقتش رسید ثابت. گاز را زیر کن. روز شب خاور می شود. فکر دیگه نقشه همون را از بهجت فهمیده است. آنجا را در حال خالی کردن لازم. نه ماشین نمایان شد. آنه می آیم. این دام است و دو چیزی که گفتم همان را کن. یعنی نقشه بر هم خورد؟ نه، در حال به جای جنازه رو. در آنجا کار را تمام میکنی، زودتر باش. به جای جنازه؟ خب فهمیدم. آدم ها را میبرم. آنها را من یگید را به گب میگیرند. ما کار را انجام میدهیم. خب فهمیدم. بله بله. ماشین نمایان شد. سلاح ها را برارید. این آدم چی فیلم میگیرد؟ اکا جانی بزیبم آخر یکان چیز گیرید از من. ادعب شده تو دماغ این چی؟ انیخ که این بیشرف یکان کار میکند. سر کردیم ثابت. اکای ثابت احتیاط شو. های کن ثابت زودتر. انا همین خطر. ایسته همه‌شون نمردن. کلونشون گریخت. کجا گریخت؟ با جنازه میرفته است. با کی گپ میزد میدونه؟ با کی؟
با پیکاس بخچت با ما گفتنش رو تخمین کرده است. با کجا رفتن گفتی؟ با جای جنازه در اونجا میکشتن. رفتیم ثابت زودتر. اکا ما چیکار کنم؟ خیری تو تستر از اینجا غیب زن. هی خلاص زند باز مرا نبردن. زاهد خانم شما چیزی گفتن میخواهید؟ چی گویم دخترم؟ درونم میسوزد. چی گویم؟ هر چی دلتون خواهد گویید. از قاتلان برادر 11 سالم حسابشان میپرسند. خلق کردی سالها تحت فشار بوده اکنون سر میبردارد. محمود ترک آمد. رفیقان محمود ترک آمد. رفیقان کمی مساعدت کنید. یک ثانیه. بچه ها راه دهید. جنابی محمود یگان ازاح میدهید. مرحمت گویید. رفیقان امروز اقواگران گفتنیان که اگر موسیقان باشی از تیری ما در امان نیستی. من هم گفتنیم که ای جنابانی از خون ترک و کرگزا گرنده مرگ اسماعیل ها پیش رهدت ما را گرفتن نمیتواند. التماس برادران راه دهید. یک طرف. یک طرف. جنابی محمود گذارید. زودتر ثابت زودتر باید رسیم. یعنی پیکاس آدم‌ها را برای فریبی ما مانده است. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظیم. مسلمانان گرامی جسم خردککی را دفن کردیم. با این وسیله این را گفتنیم الله بعد از مرگ از هیچ کداممان ملتمان را نمیپرسد. همه‌مان بنده های خدای یگانه هستیم. بزرگی تنها با تقواست، با خونی در ما بودنی. گپ نزن دامولا، گپ نزن. برادری من مرده است، برای کرد بودنش مرده است. در اینجا نپرسن، در آنجا میپرسن. آرام شو جوان، اینجا قبرستان، جای سیاست نی. جای سیاست را از تو نمیپرسیم ایمان. البته از من نمیپرسی، اما قبرستان جای از مرگ عبرت گرفتن، برای مرده دعا گفتن. این نمایش سیاسی نی. بسیم اجازه نده که گپ زند. بیا برادر، از پی کارت شو. تو هم نصیحت را در مسجد کن. در اینجا نه. اصلا شما روید از اینجا. نه به زنده احترام دارید و نه به مرده. جسد پسرم را واسطه بازی نکنید. ای اوچه تقصیر شما به اینها اهمیت ندهید. ما بی ضرور دوام دهید. خوب خواهد، تو غمگین نشو. جناب حاضر به قبرستان در آمدم. محمود ترک در آنجا؟ همه جا. خب در وقت مناسب پران. فهمیدم. زودتر ثابت دویدیم. رفیقان یک لحظه گوش کنید. جنابی سردار با شما گفتنی دارد. نرو. ایست. رفیقان امروز بار دیگر درونمان سوخت. تکرار میکنم ما وحدت میخواهیم، اما افسوس امروز در این جا برادران شهید هستند. از این جهت گفتنیم که آنها هم مثل من کبوتران صلح هم.
در وطن ما کبوتر رسول بودن مسئولیت دارد. قوه‌های تشکیل کننده این حمله با قوه‌ای که مجلس را برهم دادند یکند. بعد برهم خوردن ما وطن باقی میماند. از خلقمان التماس میکنیم که خصوصا درباره این مسئله فکر کنند. این دفعه خلاصی نداری. ثابت کجایند آنها؟ کجایند؟ نمیدونم. باید در همین جاها باشند. بیا یک به اینجا نظر کنیم. از شما یک التماس دیگر دارم. لطفاً زاغ‌های خود را شاهی میگفتگی را در بین خود جای ندهید. این مجادله اصلا تمام نمی شود رفیقان. با مردن اسماعیل های دیگر اجازت نمی دهیم. لازم شود با سنگ، لازم شود با چوب، لازم شود با سلاح مبارزه امان را تا آخر دوام می دهیم. جگری من می سوزد. شما باشید چی ها می گوید؟ با توپ و توفنگ در کوه ها مثل حیوان زیسته با درد این ملت درمان می شود. آنها مثل حیوان زیسته برای آزادی شما مبارزه می برند. جگرمون میسوزد، این را میفهمم. اما امروز روزی به مثل داده آقل و فرمان از پادشاه باشد که ها حتماین گفته پرچم ایشان را برداشتن نیست. با کسانی فرمان قتلبان را داده گفتنیم خونمان را ریزد هم در که ها گل های تگی بر میشکفم. امروز روزی وحدت، روزی برادری است. انا در آنجایم. خانم زایده، ما با شماییم. شما را نمیخواهم. سال هاست که خون میریزد و مثل من جگری مادران دیگر هم میسوزد. شما تنها نوازنده اید. توی ها و ماتم سرای جنازه هایید. با گپ هایتان باور ندارم. کی میداند خدمتگاری کی ها هستید؟ ما برای آزادی خلق کرد می جنگیم، برای خوشبختی شما. مادر بیهوده گپ نزن. این سو نگاه کن. یک سوی است. یوسف به این آدم نگاه کن، سلاح دارد. اسماعیل با همین کس برام. زمین استاد چطور بدونید برادرم نیسته؟ من از پایش می روم. خوب هستید؟ خوبم. تشکر به تو که مرا نجات دادی. کبوتر بودن را انتخاب کنید. دشمنان و خائنان شما را همین خیلی از نظر دور می اندازند. یگید؟ تو از کجا پیدا شدی؟ من شخصی آتش شده کجا گریخت؟ با اون طرف گریخت که یگید. تشکر. گوکن، تاپرک، شما از نزد محمود تور دور نشوید. خب؟ یگید تو به کجا می روی؟ یگید حالا هم خودش رو پلیس می شمارد.
کجا رفتین؟ خیز با تو میگویم عجلت رو در پیش. جناب محمود باید از اینجا برویم. سردار مونده شما اون تیرانداز رو دارید. تو خاموش باش. توپرک تو از پای یگید رو. هر چی زودتر باید تیرانداز رو یافتن در کن. انا دیدید سردار ما رو کشتنی شدند. همه‌شان آدمان این دولت. پلیس هم با آنها یک جای است. راه ندین آدمان رو رفیقان. ایستید رفیقان. آنها خواهش میکنیم راه رو بشویید. یک طرف آرام. ای زاغ مرده خور. تو ما را لقمه آسان خیال کردی؟ من سالها در کوه روزنها را شکار میکردم. مرا به زمین افتادن آسان نیست. آفرین در وقتش رسیدی. تشکر. امروز من به تو پگاه تو به من. پلیس ها آمدند. جنابشان را گرفته از اینجا تیزتر دور شویم. کنی خیز آرام شوید لپارونا. گوکان تو چی خیلی؟ من خوبم. خودت چی؟ خوبم. همه این ساخته بود. میآیم. با کی زنگ میزنید؟ با میمدو. لابا ایرانو. میمدو در قبرستان به سوی محمود ترک آتش شدند. چی ها میگویی؟ وضعیتش چخیل؟ حاضر خوب است. یکی در خیر رسیده آمد. یگید؟ او در اونجا چیکار میکند؟ خلق به آنها حمله کرد. به ما هم حمله کردند. خدایا تو خوبی؟ خوبم لیکن خیلی ترسیدم. آرام شو من در حال میایم فهمیدی؟ مایلش زودتر رسیده بیا. چی گپ میمدو؟ این چی ناآرامی؟ جناب دادستان در قبرستان با محمود ترک حمله کردند. مرده است؟ با کسی چیزی نشده است. من میروم محترم دادستان. نیازی؟ خوب میمدو. باید باش. بیا میبرایم. سردار من کار دارم. هیچ گپ نی. من زنگ میزنم. اطاعت. دومشان را که زیر کردند از 4 طرف به حمله شروع کردند. نجیب سردار این دفعه وضعیت حقیقتا مشکل. چیکار کردنم را نمیدانم.
اکنون با آقای نجیب چی می شود؟ نمیدونم. حسابات تشخیصی آن کس آمد؟ اکنون خواهی تو همراه بدتر سردور امنیت می آید. وقتی که آقای نجیب در این خیل حالند من به کجا می روم؟ با پای هنر گفتی؟ نه هنوز نگفتم. باز اینش هم هست. خوب من به درون می درویم. خوب. سلام. سلام. خوش آمدید محترم مدیر. خوش باشد. خوش آمدید محترم مدیر. خوش باشد. نجیب در کجاست؟ در درون. رفیقان اینجا چیکار میکنن؟ گپ زنید کارشان تمام شد روند. آنها به خانه نمی روند محترم مدیر. برای چی بوده است؟ برای آنکه این وضعیت به سری آنها هم آید. نجیب سردار هم نمی رود. این طور چه خیل می شود محترم دادستان؟ آدم چه خیل می رود یا اینکه پرتافته می شود؟ عقلم نمی گرد. از سحر باز در همه خبرها خدایا. مرحمت. محترم سردار منطقوی هم آمد. سلام علیکم نجیب سردار. سلام جانم. خوش آمدید مدیر. محترم سردار، مفتشان تمام روز نجیب سردار را در اینجا نگاه داشتند. محمود ترک قریب کشته شود. این چه خیل کار است؟ ما وظیفه همان را اجرا کردیم سردارم. ایستید. یک دقیقه مدیر. مفتشان خطایی نکردند. وظیفه آنها شکایت ها رو تفتیش کردند. خوب و در وقت عملیات کردن تفتیش این به مانند شقشقه بالای بام باز این شکایت ها یگان اساس ندارند. نیرنگ بودنش معلوم پیشتر با گرفتن رشوه عیبدار کرده شده بود. هم خیل نیست نجیب؟ محترم مدیر، تا آمدن ادوکات سلیم در همین جا بود. کسی به او نرسیده است. کسی به او نه ضرر جسمانی نه ضرر معنوی نرسانیده است. محترم مدیر، این مسئله رو در تنهایی گپ زنیم. من از کسی کار پنهانی ندارم. همین جا گپ زنید همه شنوند. التماس. گذارید. مرحمت. به فکرم وضعیت خیلی جدی نجیب سردار. سردار منطقه به اینجا برای گرفتن سر آمده است. برای این دولت همه چیزمان را دادیم. در کار شاید سرمان را هم میدیم محترم دادستان. راحت باشید. مدیرم همه چیز تیار، میتوانیم سر کنیم. 3 2 1 ثبت کن آخر خیره. چیکار میکنیم؟ این را نمی‌آویزیم. این خیلی باشد کامera را هم تاب دادن لازم میشود. کمی مشکل. این دفعه همین خیلی اداره میکنیم. این دفعه با اینجا تو بر اینها بسیار درآمده برآمدند. یگان کس در حالت درآمده‌اش از اینجا بیرون نرفته است. بله همین طور. گوش کن. اینجا قاعده ها خیلی آسانند. چقدر که گپگیر شوی همانقدر عذاب کمتر میکشی. فهمیدی؟ حالا همه چیزی میدانستگیت را با ما نقل میکنی. با شما گفتنی ندارم. ثابت ما مگر همین را میخواهیم؟ خیره کو سراغ خوراک مرا بیار. به این جناب نشان دهیم که سراغ چه می شود.
ایناش باز چی؟ با این چیکار میکنی برادر؟ بمانده در این سری ابله تو معلومات های زیادی هست. برای همین سراخ کرده کمی معلومات میگیری. فهماست؟ سراخ میکنی؟ شما مگر حق را خورده اید؟ او کمی عصبی است. من به این خیل چیزها آرامانه نگاه میکنم. ثابت شما لطفاً جناب را دارید. لباسمان خونالود نمی شود. وعده نمی دهم. نه خریدم. جوان آقا شما جوانید بگه گپ میزنی یا نه؟ من شما هیچ چیز نمیگویم. هیچ چیز. خیره این سراخ خنک برای این جنابشان باریک است. دیگرش را بیار. کلانترش را زودتر. زودتر بیار. آفرین خیری. سالا گفتیم کلا آوردی. اگر خواهی تجهیزات بتون سوراخ کنی بیار. اکدو بیل هم بیارم. بیار خیری. بعد رفته گش هم بیار. بعد گپ زدن سوراخ ها را محکم میکنی. زود بیار. کوکو بیا بینیم در طرف مغز هست. محترم سردار، شما از من خوبتر میدونید. نجیب قانون ها را خیلی حرمت میکند. پالیسی به وطن و ملتش صادق است. شکنجه یک سویست، حتی گپ بی اساس هم زدن نمیماند. از چنین بودن نجیب شبه ندارم، اما شما هم مرا فهمید. از بالا فشار هست. خبرنگاران هم فشار آورده ایستادند. راستی از من قربانی طلب میکنند. این هم نجیب سردار همین خیل. شاهد مخفی زیر نظارتش بوده کشته شد. با کودک 11 ساله به قتل رسانده شد. حالا با سبب شکنجه شاهد دیگر خود را به پایان پرتافت. این خیل نبودن مسئله را هر دومون هم میدونیم. چه عوض می شود؟ روزنامه ها این خیل نمی نویسند. نگاه کنید، هم من هم شما اعتبار داریم، منصب داریم. روز دیگر این مسئله به سر ما هم می آید. شما قرارتون را بر وقت دادید. چیزی گویم بفایده. با نجیب شما گپ زده وضعیت رو میفهمونید. او را پریشان نمی کنیم. از همه جهت دستگیری می کنیم. با اجازت شما. خبری بد می آید. نمیدونم. با فکرم همه خلاکای نیوزی. گپ رو چه خیل آغاز کردنم رو نمیدونم نجیب. چی شد مدیرم؟
مدیرم التماس یگان چیز گوید. شما سرداری ما رو خیلی غمگینم نجیب. حاضر این گپ‌ها را به تو گفتن نمیخواستم. متاسفانه نجیب، تو را آزاد میکنیم. یک کودک 11 ساله رو کشته. با فرمان کی کشته؟ با کامera نگاه کرده گپ زد. در خوابم موی سفید ریش سفید رو دیدم و گفت چقدر که میبینی کسی نخندید. پیکاس از پیکاس گرفتم. فرمان رو پیکاس داد. خیریت که گپ زدی. طاقتم تاق شده بود. سوی قصد محمود ترکچی؟ این فرمان رو از که گرفتی؟ گپزان! این رو هم پیکاس داد. بمبای نزد پلیس رو هم اونها ماندند. ما با تشکیلات هجوم کردیم. من آن کودک رو پروندم. خیری به نوار گرفته ساده ای؟ میگویم که کمی فوندوتو مولم خوب میشود. اینیکوز بسیار از چشم رو میزند. خواطر نشو خیری. من کمی بعد پوستش را از تنش جدا میکنم. آن وقت اینیکوز پینیکوز نمیماند. البته این هم حلی مسئله است. دوام ده گپزن، دوام ده. تشکیلات خدمت‌های سالها کردت را فراموش نمی‌کنند نجیب سردار. مانعیت ناممان را در صحیفه های تاریخ نقش گذاشتن را نداریم. تنها یک چیز را پرسیدنیم. عملیات های آینده ما را کی دوام می‌دهد؟ نمیدانم. با فکرم همه عملیات های در گذشته گذرانیده از نو تفتیش کرده می شود. همه شاهدان شکایت کرده می توانند. بیانات را با شکنجه گرفتن گویند. یک فکر کن. آزاد کردن این نجیب سردار یک دامی تپ تیار است. بر وقت نشین رسما کار می کند. فرق کردید مدیرم؟ متاسفانه از دستم هیچ چیز نمی آید. از این وضعیت سردارم رو چخیل میبراریم؟ چرا ما را کسی برارد ممدو؟ کام نکردیم که شکممان درد کند. پیشانه‌مان سفید و سرمان بلند شکر خدا. اول در دولب در عملیات کردم. البته با فرمان پیکاس با آنها پول را دادم. بر وقتر با خبرنگاران گپ زنان کرده بودیم. وقتی پروندن به نوار می گرفتند. اغوا بودن این کار را همه میدونست. ما میخواستیم دانند، میخواستیم فهمانیم. حالا هم با قوتیم. حالا هم هر کاری که خواستیم میکنیم. محمود ترک را چی خیلی باید میکشتید؟ در نزد پیکاس یک ادوکات و 2 مفتشی وزارت بودند. اول باید سرداری امنیت و مسئول بخطری او را به دام میافتاندند. ادوکات باید شخصی را از تیرزه میپرتافت. وقتی مفتشان در آنجا بودن، بعد در جنازه کسی نبود.
معلوم می شود موفق شدند. خیری به نوار گرفته ایستاده ای؟ ای واه، چی شد؟ کسیت موندن رو فراموش کردم. تو چی ها میگوی خیری؟ اینقدر عذاب های ما بیهوده رفت، شکنجه رو از نو سر کنیم. چی؟ ایستا خدایا مدیرم، شوخی کردم آخه. در فیلممون فقط اشکان خونین شود مگر؟ کمک هزامت شود گفتم. قریب کلت رو میکندم. رفیقان، متاسفانه از این پس من در بینتان نمیشوم. اگر شما نباشید ما هم نیستیم سردار. ما هم نیستیم سردار. همین خیلی سردارم. هیچ کداممون دیده و دانسته به این لاشخوران راضی شدنی نیستیم سردارم. نکنید بچه ها. این کار رو نکنید. شما چقدر غمگین شوید، دشمنان همان قدر خوشحال می شوند. قهرتان را باشد برای دشمنان وطن نگاه دارید. شنیدیم امدو؟ شنیدم سردارم، شنیدم. یک نجیب می رود، هزار نجیب می آید. نجیب نامم، اما این اولا خصوصیت این ملت است. کار اصل به این دولت و این بیرق خدمت کردن است.
حالا با شما کار بسیارتری میافتد. اگر سرتان خم شود، اگر در بالایتان کمی حق داشته باشم، این کار را نمی کنید. مرا فراموش می کنید. نجیب سردار داشتیم نمی گویید. وعده می دهید. وعده می دهید. من این خیل وعده نمیدیم. از برای خدا نروید. این جایها به تو امانت نیازی و همه‌شان نگاه بین کن. نیازی گریه نکن. من هم خود را بزرگ داشته استادم. تو حالا جدی می روی سردار؟ رسما می روم. فرمان از جای کلام. شما را کسانی که به این دم افتوندند جوابش را می دهند سردارم. ما حتما برای این کارشون جواب می دهند. آرام شو ممدو. خدا همه چاکنها را زیر چاه کرده است. یگان خیر بودگیست. بینیم مولا چی کند؟ هر چی کند زیبا کند. ای خدا، به شما در کارمون مزه نمیموند سردارم. میماند. گاکان اقلا تو گریه نکن. سردار یک دقیقه. چی گپ نیازی؟ کامیرای الپرین اوتیف تعمیر کرده است. میخواست که این رو به شما دهد. با شما طاقت خیر خوش کردن نداشت. تشکر. سلامت باش. با او سلام رسون. پرسش بسود انتقال می شود نجیب سردار. خبرتان باشد. خبر شما هم باشد دادستان محترم. واقعه های این دنیا بعد به سود کلان انتقال می یابد. تو چی ها گفتنی نجیب سردار؟ شکر خدا وجدانمان پاک است. من چی ها میکنم؟ چی شد سردارم؟ این را گیر. اکنون برمیگردانی دیگر کس میگیرد. چیزی که خواهید کنید. سردارم این چه خیل میشود؟ من شما رو میبرم. لازم نیه. من با تاکسی میروم. و شما شب خوش. آخر این ناحق است. این دم را تیار کرده ها به دستم افتند. روزشان را نشان میدهم.
решаҳшонро сӯхта нобуд мекунам. آرام شوید آرام شوید. یکمین مراتبه نیست این کار. بینیم روز نشده چه ها می شود. مرا رها میکنید امی خیلی؟ چیکار میکنید؟ به فکر خودت چی؟ همه چیزی دانستم رو گفتم. کنی بیا اکا جون زیبایم. انا میخوای. التماس با من رحم کنید. فرزند دارم. فرزند که داشته باشی چه خیلی دلت شد که کودک 11 ساله رو به کار فرستادی ها؟ چه خیلی دلت شد؟ барои қотили кӯдак буданат ба давлату миллат зарарҳои калон расонданат туро дар виҷдонамон маҳкум кардем. дар суди мо то ин рӯз як қарор баромадааст. ҳукми қатл. ака шумо дишаб бозии реалро тамошо кардед? мегӯянд ки роналдо ба дарвозаи ҳариф 3 туп задааст. хуб офарин. дадам омад. дада чаро бо такси омадед? ҳамин хел лозим шуд писарам. ана камератро гир. отифакоя таъмир карда. ташаккур, шумо яктоед дада. биё писарам. оча, дадам омад. дадам омад. очак, дадам камераамро соз кардааст. ва ҳама салом. хуш омаде дада. хуш омадӣ наҷиб. мо хӯрок хӯрдем. ту гурснаӣ? не занак, чизе намехӯрам. дада, мошинатон кане? вайрон шудааст. не писарам, дар корхона мондам. моли давлатӣ медонӣ. биёед бачаҳо, дарсҳоятонро тайёр кунед, баъд ба ҷои хоб. майлаш. шаби хуш дада. наҷиб, чаро хӯрок хӯрдан намехоҳӣ? ин ҳам мегузарад, наҷиб. бештар ҳамчиҳоро аз сар нагузарондем. раъно занг зада буд, ҳамаашро гуфт. ин якум маротиба нест ки ба ту тӯҳмат мекунанд. ғамгин нашав.
از دستمان چیزی نمیآید چیکار کنیم؟ این هم یک امتحان. در 12 سالگی هم قرار دادم پلیس شوم. پدرم رفیقی داشت، سرمفتش بود. بعضا به نزد پدرم می آمد. شاهمات بازی می کردند. او را هر بار دیدنم چهل حوث لباسهایش رو می کردم. کلاهش، شیمی درزمال شدهش، طرز ایستش. در تاکسی همین ها رو به خاطر می آوردم. 18 سال شده است. با زبان آسان 18 سال. چند بار تیر خوردم، چند بار خنجر خوردم، از مرگ ها گذشتم. شب و روز را در کوچه ها گذراندم، به خواب ماندم. نتیجهش چی؟ نجیب سردار، تو را آزاد میکنیم. نه، این کارها همین خیلی ارزان بودن مگر هیچ اینقدر فریاد زدن نمیخواستم. بینندگان گرامی، امروز محترم محمود ترک در مراسم جنازه‌ای که اشتراک میکرد از سوی قصدی که به جان او شده بود آسیبی ندید. حالا از جای واقعه به شما نوارها پیشنهاد میکنیم. یسعد لابای جناب، باید خدمتگار می آوردی. چی شد؟ جناب در اینجا نبودند. در حال 2 نفر را روان کردم. یافته میارند. آنها را جغ زن. سردارم، برگردان آنها را. از این پس خدمتگار استفاده نمیبریم. چه خیلی که خوی جناب. اکنون خدمتگاران به کار نمی آیند. چه کار کنیم؟ سوزیم همکارها را خودمان میکنیم. به آنها باوری نیست. همین خیل نیست پیکاس. چه خیلی که مناسب دانید. امروز در تشکیلات امنیت یک حادثه ناگهانی دیگر هم رخ داد. سردار شعبه عملیات بروقتنشین را تفتیش میکردگی نجیب یلمز از وظیفه‌اش آزاد کرده شد. سبب این قرار ادعای از شکنجه زیاد خودکشی کردن سلیم آزیورد را می‌حسابند. همکاران و شناسان نجیب یلمز از این قرار در حیرت ماندند. بخیر است انشالله. امدا شاید باشد. سلام علیکم سردارم. و علیکم سلام. بخیر سردارم، چرا غمگینید؟ خبر نداری؟ نجیب را آزاد کردند. این نیه؟ به این همونجا به سردارم تنگی میکرد. به او جایهای کشاد و آزاده در کار است. غمگین نشوی سردارم، یگون چاره میابیم. مشرب ما با مثل شما کشاد نیست. نخواهیم غمگین میشوی. در حال بار من کنی سردارم. دیدم سردارم، فداییان قانون، سربازان راه حقوق و عدالت کجا شدند؟ در یک لحظه شما را فروختند. یگید به خدا حاضر وقتش نیست. درست میگوید پیهونر. هرگاه که من گپ زنم در حال بی موقع است. هیچ گپ نه. من برای بردن فاتح آمدم. فاتح رو چکار میکنی؟ به بیبیش میدهم. او بده هم میبرد. تنها نگاه بین کرده نمیتوانم. در اینجا همراهی من سرش از بلا رهایی نمییابد.
ما نگاه میکردیم یگید. نه با مادر نازان گپ زدم، او را گرفته میبرد. از همه خوبش همینه پیهانر. فاتح از من چقدر دور باشد همان قدر برای او خوبتر است. نگاه کنید، دستم میسوزد اما صدا نمیبرارم. برای چی دستم میسوزد؟ برای آن که خدمتگار نداریم. تا وقتهای نزدیک اگر در کار می بود از حبسخانه آدمان را برآورده نشانزن میکردیم، اما با سرعت خشک میشویم. مینیک در پایتخت در یک وقت 3 نفر را از کرسی گرفته حکومت را نااستوار حسابیدیم. اما برای کشفیات هم آدم یافتنمان مشکل شد. جناب، خدمتگاران هم اکنون هوشیار شدن. راستش را گویم، ما آدمان استفاده برده همان را دستگیر نکردیم. کسانی آشکار شده را کشتیم. از همین سبب کسی به ما کار کردن هم نمیخواهد. به ما باوری ندارند. باور نکنند. تا حال هزارها حجیره های داریم که منتظری بیدار شویند. تنها فرمان شما را انتظارم جناب پیسگار. فرمان دهم چه می شود پیکاس؟ حجیره هایی گفتند مرا محافظت کرده نتوانستند. به این میز اسیر شدم. جناب، تاریخ آن جدلی که برای این دولت کردیم با حرفهای زرین می نویسند. خواطر نشوید. حاضرال، من این مجادله را برای موضوع کتاب شدن میکنم. حتی تشکیلات مخفی ترین دنیا در یک حمله افغانستان 7 آدم اساسیش را از دست داد جناب. لطفاً کمی فهمید. انا فکر ترکی با زور سر به سر نمیشوند. بهانه کار ناشایمیشان را یافتند. عملیات محمود ترک را به انجام نرساندن رفیقان شما را خیلی غمگین کرد، اما با این عملیات به دوست و دشمنانمان حالا هم پرقوت بودنمان را نشان دادیم. خصوصا از رفیقانی با پرونده بروقت نشین دستگیر شده امید کلان داریم. باورداری سوها به من این خیل نمی نماید. شاهدان مخفی چی؟ آنها چی می شوند؟ بیا پسرم. ابا من رو یاد میکنم. بازن او رو بیار. میارم اپا جان، خاطر نشوید. میارم. روزی به دنیا آمدنش رو به مثل دیروز در خاطر دارم. شرک زیبای من، جانی من. شرک من. پیرزن کودک را چخیل نگاهبین میکند. وضعیتش چخیل؟ از روی امکان یاری رسانده میستم سردارم. با کودک بی اهمیتی نکن. به مادر ماند. باز تماما یتیم دوایی نرسد. چی بودن یتیم رو خودت خوب میدانی آخر. بله میدانم. گریه نکن جانکم، گریه نکن. بیا خیر خوش کنیم. متاسفانه یکشان رفیقمان در درون از حاضر با دادستان همکاری کرده شاهد پنهانی شدند. گویم که پگاه روز دیگر دستگیر کردند. ما را نفروختنت را از کجا دانم؟ متاسفم محترم پیسگار. من تمام عمر همچون دکتر با کسبم و با بیمارخانه هایم به دعوایمان صادق بودم. از سبب طرز زندگی
تا امروز داشتم در حبس بسیار تاب آوردن نمیتوانم. اما تشکیلاتمان امکان دارد که مرا یک چند ماه در یگان بیمارخانه مهمان کند. خودش با سوی قصدی به سروزیری پیشینه کردهش صداقتش را اثبات کرده بود محترم پیسگار. همه دیدیم چه خیل پری کبوتری سفید را شکست. روزهای خوب گذشت. خوب گذشته را مانید، به آینده نگریم. اما باز به ظرف پر نگاه کنید جناب. نفرهای از طرف کیمینیک پنهانی به ایدرنه و مینیسه روان کرده در این جایها زد و خورهای سنجشی گذرانیدند. در ایدرنه فدایان محکوم مرگ با کردهای و رومی ها در این دو ولایت ترس کلام به میان آوردند. این یک قدم است به پیش. چی میگویی پیکاس؟ میگویم که درستش را شما میدانید. اکنون وقتی از پس پرده کار بردن گذشته ایستاده است. من این خیلی فکر میکنم اگر ما سوزیم آنها هم میسوزند. نزدیک بیا پیکاس. نگاه کن، من تیارم در این آتش سوزم. محترم جناب، شما چه میگویید؟ دستت رو کشا پیکاس. جناب شما چی گفتید نفهمیدم. کشا گفتم. سوزم، همه یک جایه می سوزم پیکاس. از این پس طرز کارم همین، همه دستش را به آتش می اندازد. فهمیده؟ اکنون رو، مدت تو را دیدن نمی خواهم. تا به من خبری خوش نیاری نیا پیکاس. خیر سردارم، غمگین نشوید، همه‌اش خوب می شود. البته من غمگین نیستم، اما میترسم بعضی کارگرها با سر خود کار کرده و جای سالا باز کلا نآورند. برای همین میترسم. خیر سردارم، من با مهمدو گپ میزنم، البته حل میکنیم. خیر، خدا حافظ. درباره مهمدو نگفتنم را هر دیمان میدانیم. خوب خوش باش. خوش باش. نجیب سردار چه خیل است؟ حالش خوب نشان نمیدهد، لیکن تماما دلمانده شده است. به خیری گویم فیته اعتراف های الدیرای را برایمان آماده کند. به نجیب سردار میفرستیم. کاری ما بودنش فاش نمی شود. معلوم شود هم اثبات نمی شود. این رو چی کار میکنیم؟ با او یک نقشه خوبی داریم ثابت. تو فیلمی پدر صلیبی را تماشا کرده بودی؟ مارلون براندو بازی میکند. با او تکلیف میکنم که رد نمیکند، حتما راضی میشود. درست. ما با پیشگار یک پیشنهادی خوبی میکنیم که رد نمیکند، اما اول باید فاتح را بریم. با شما کی در کار؟
من خودم خانم، میدونم با اینجا که در آمدن ممکن است. خانم ایستید. دست نرسون. با شما میگویم ایستید. سرده خانم، ممکن مرو. است در آمدن. وقتی گفتم سرده دست خانم، التماس نرسون. میکنم. سرده مرو. سرده یک طرفی. چی گپ؟ چی شد؟ جناب با خانم مانع شدن نتوانستیم. خوب، مهم نیست. ما را تنها گذار. خوب شده است. یک کارو هم نتوانستید. در راه میکشتید نتوانستید. در جنازه هم نشد. شما چگونه اینقدر کارنوشه هم شده میتوانید ها؟ کاش ما میکردیم. نگاه کن در نزدت کی ایستاده است میدانی. بختت بلندی کرد. از کی باز اینقدر بهرمت شده ای؟ تو را با اینجا کی ماند؟ کو بگو کی ماند؟ شما ماندید. کی تربیه کرد؟ شما کردید. کلان شدی و از خود رفتی. با من نگاه کن، تو را بیرحمانه میپرانم. ببخشید. ببخشید این وقتو عصبانیم. تمامی روز محمود میمورد گفته انتظار شدم. التماس ببخشید. یگید گفتنی دردی سری داریم. او را کشته نتوانستیم. 2 مراتب خلل رسانیدی. این یگید کیست میدانی؟ نه نمیدانم. قاتل شوهرت بهجت. یگیدی گفته اتان همان یگید. وقتی که بهجت را یافتند در این حال بود. نگاه کن. از بدن او 28 تیر برآمد. همش را یگید سوراخ کرده است. تماما یک وحشی. با بهجت در شب مبارک خانه‌دار شده. با نکاحی نو. آخر این ماه باید به کنفرانس به فرانسه میرفته. متاسفانه تنها میروی. محترم پیکاس، از شما یک التماس دارم. مرحمت. از دست با اون چیزی آید با جان و دل. بهجتی به این حال گرفتار کرده را میخواهم از شما. یگید را میخواهم. به من یاری میرسانید. خوش آمدی پسرم. چه خیرت مادر جان؟ خوبیم شکر خدا. تو چه خیلی پسرم؟ شکر زیاد. از خاک بیرون. فاتح از این پس به شما امانت مادر جانم. او یگانه خاطر از دخترم است یگید. خواطر نشو. او جانی من است. کی به راه میبرایید؟ پگاه سحر بر وقت. خوب جان پدر، شیر پدر. چند مدت از هم جدا میشویم، لیکن برای هر دومان خوب است. خصوصا برای تو. تقدیری من در تو تکرار می شود، اما تو خوشبختی. تو در آغوش مادرت می شوی پسرم، مثل من در بین میزدگان. یگی بیا اکنون آیسته آیسته رویم. گیره دا پجا شد. باز از من نرنجی پسر جانم. من هم از پدرم برای مرا ترک کردنش رنجیده بودم، اما ناحق بودم، زیرا او هم مثل من علاجی نداشته است. برای حفظ جان من این کار را کرده است. خب کلان شوی میفهمی انشالله. راهی سفید مادر جان. تشکر. مادر جان این را هم گیرید. چی لازم پسرم؟ گیرید مادر جان، من باز میفرستم. خب با اجازت شما. فاتح جانم، پسری زیبای من.
درباره یگی چی رو میخواهی؟ همه چی را دانستن میخواهم. ایستا، در اینجا چیزی بود. مرحمت. این کی؟ پسرش فاتح. زنش چی؟ و چیکار میکند؟ زنش نیست. نباشد این کی؟ دوستی هممون اتینا. اگنت نظارتی یعنی؟ بله خودت میدانی. همین شخص را دوست میداشت. بخیر؟ چرا فکر میکنی؟ فکر دارم عجبا با یکی چخل ضرر بسیارتر رسانم. میدانی از بین زنهای یگید را کی بیشتر سزانده است؟ یعنی اتنا؟ اما قدر یگید را ندانسته با آن دنیا رفت. فرق ندارد. بعضی ها رو زندهشان، بعضی ها رو مردهشان قیمت‌تر است. بگو برای یگید کدامش قیمت‌تر است؟ گپ زن خیر. فهمو شرحش رو به من گذارید. آفرین. در کارخانه ای با من در سراغایی که میدی هم وا میخوریم. فهمو بیسیم رو هم جیغ زنید. می نویسی؟ یک دلخوشی دیگر سر شد. اینجا کجاست؟ اینجا شبکه مرکزی اخلاطگذر ثابت. تمام اخلاط استانبول و حتی تمام مملکت از اینجا میگذرد. خانه پیسگار. از اخلاط گفتنم زود فهمیدی که پیسگار. آفرین. مادامی که آمدیم بیا به سرش تیرخوری کنیم. او در خانه نیست وگرنه محافظان اینجا از 10 نفر زیاد می بودند. هنگامی که آمدیم چرا او را نکشیم؟ سایه دسته می گذاریم. چه خیل سایه دست؟ هر وقت خواستیم در جای دلخواه همان حاضر می شویم. اکنون رفتیم. همه چی رو گرفتید؟ اپا ما رو برای چی جیغ زدی؟ خیلی می شود که تو رو پیگیری میکنم بسیم. آینده‌ات خیلی درخشان. برای برادرت خیلی غمگین هستم. انتقام برادرم رو میگیرم. من هم به سر همین موضوع می اومدم. پگاه سوزشواری گرفته. با رفیقانت نمایش کنید. مثلا یک اتوبوس رو آتش زنید. این کاری آسان. اگر خواهی تمامی شهر را میسوزانم. خب حالا با اشرف به کارخانه روید. او به تو چیزهای درکاری را میدهد. اشرف خوب شد سپر. آن بل و زاغنول ها را بیارید.
من مست و دیوانه ما را کی برد خانه ما را کی برد خانه ساقیا جامی بده جامی بده انا با فکرم انا همینجا رسیدیم برادر ما اینجا یک نشانی رو میکوبیم در اینجا زگار بوده است پیستاکار بوده همین خیر نه چه ها میگو و تو کسی پسترین بیراموسترین بیرامترین و بیمانترین رو جانور میگوی ثابت زود از عذر پرس بخشش پرس زود ثابت او با مثلی یک حیوان بوده است آخر برادر ولی دفشمت از اینجا حالا دیدی تو اکای مرا خشمگین کردی من تو را میبوسم برادرم بیا بیا ایست دیگر چی؟ من با تو میگویم شراب مادری بدی هاست گفتم تقلیدش هم به کار نمی آید آدم خواهشی زیاد پیدا میکند کند چخیل خانم سانگول کند گفتم با شما جسدی ملکه رو میبراره مرا نشونیدید کند با من ده هیگید ملکه زنده شده رو دیده چیکار میکند کو بینیم نه ایستید گفتم با شما اکنون چیکار میکنیم؟ کمی صبر کن خانه را خوب از نظر گذرانیم آدم ها یعنی چی؟ این را وقتی آمدنشان فکر بکنیم ثابت زودتر باش این آدم خیلی وزنین بیا با این طرف انا به همینجا بیا ثابت بیا انا به همینجا ثابت این آدم به مثل خری مرده وزنین این رو چیکار کنیم ها؟ چی فکر میکنی؟ نجیب بچه ها آمدن چی شد دادا؟ ما رو برای چی جیغ زدید؟ گذارید چینید یک چیز میگویم شما هم شنوید نجیب چی میگویی؟ از برای خدا ما رو نترسون من یک قرار گرفتم بخیر است سردارم از فرگاه همه چیز و چاره ها رو جمع کرده خانه رو خالی میکنیم بعد خبر میگردیم چی؟
بدیها برمیگردیم. چی؟ بله بدیها. تو چی هم میگویی نجیب؟ آقای نجیب شما جدی میگویید؟ تماما جدیم. دادا من به هیچ کجا نمیروم. مکتبم، رفیقانم، همه چیزم در اینجا. این خیلی باشد شما همینجا میمانید. من به ارزروم میروم. سردارم در ارزروم چی کار میکنید؟ ایستید پرسیش تموم شود. ما رو نگاه میداشتگی رشته حیاتمون، سبب هستیمون، مقصد حیاتمون، زفرمون، مجادله همون شمایید سردارم. اینها رو ما از شما آموختیم. این رو با شما گفتن همون کم. شاید به سری وظیفه‌تون برمیگردید آقای نجیب. اکنون هیچ نیت ندارم رانو. مانده شدم میفهمید. از جان کنده کار کردن و با مثل جوی راه نرفتن مانده شدم. از برزید جریان بیل زدن مانده شدم. ببخشید مرا. خیلی بوی باد میکرد استی. یگید آمدن. بیا تیزتر از اینجا رویم. محافظان درآمدگاه کجایند؟ من میدونم. با فکرم در همین جایند. رفته بینید. یگان چیزی غیر عادی نیست جناب. آشانه یکم تازه. والله هم تازه. اینها کجا گم شدند؟ روید یابید. اطاعت جناب. یساد مرا به جای خوابم بر. خوب شد سردارم.
احتیاط کنید. خب اکنون میتوانی روی. پگاه بر وقت میبرایم. تو هم رفته دم گیر. عاقبت این محافظان را هم فهم. خوب رفت. کمی بعد میخیزد. 10 9 8 7 ملخک. چی؟ نه به تو دخل ندارد. 6 5 اینش باز چی؟ به من کار دهید. مرحمت اپا. عجبا یگید کجا این دختر را دوست می داشت؟ ابروانی زیبا داشته است.